میدونستید اسم اصلی بنیامین نتانیاهو بنیامین میلکوفسکیه؟ این بابا اصلا تباراً یهودی نیست. اینا اشکنازی هایی بودن که یهودی شدن. اصل اینا برمیگرده به خزرستان. همین دریای خزری که ما داریم اینجا یه سری بربر بودن اون موقع اونجا که به عنوان گوگ و ماگوگ هم ازش آقا ماستار نریز رو قیما مرغا رو اینا همه چی با هم قاطی کردی بابا. مردم شناسی یه قضیه بسیار حساسیه. نباید همینجوری یه جای یه چیزایی میشنوی و همه رو بریزی که نفرت باهاش بسازی. آقا اینجا ما مشکل مردمان و تفکرات و ادیان نداریم. اینجا ما یک سری ایدئولوژی انگلیسی داریم که مردم انداختن به جون هم. این باید بررسی بشه. باربریان، رومن ها، امپراتوری روم و سرزمین های روم غیر این هر چی بوده همه رو میگفته باربر و این به این دلیل نیست. خود آلمانی ها که بهشون میگیم آلمانی خودشون میگن دویچ، خب جز باربرها بربرها بودن و این دلیل بر این نیست که این امپراتوری خزر وحشی بودن و فلان. نفرت پراکنی میکنی با چرت و پرت و بی سوادی و جهلی که بخش میکنی. آقا امپراتوری خزر بخش بزرگی از میراث همین ایرانی که الان شما چسبوندین به خودتونه. امپراتوری سلجوقی دل امپراتوری خزر بیرون اومده. سلجوق که امپراتوری سلجوقی ازش ساخته شده از ترکای یهودی خزری بوده که اسم بچه‌اش میکائیل و اسرائیل و فلان بوده که مسلمون شده. پس تو ریشت از امپراتوری خزره و این ترکانی که حاکمیت اروپا رو داشتن از امپراتوری هون و امپراتوری آوار و در ادامه امپراتوری خزر، این اصلا بحث متفاوتی. اشکنازی ها درسته که از امپراتوری خزر موندن، تو آلمان ساکن شدن. بخش بزرگی از مردم آلمان که با سکونت مردمان ژرمنی خب ترک ها هم همونجا ساکن شدن و بخش بزرگی از اینا در 600 سال امپراتوری یهودی ترک خزر یهودی شدن بنا به مناسبات اون دوره. خب و اینها خودشون مورد حجمه، مورد قتل عام این ذهنیت سازی انگلیسی واقع شدن که تمام این چون تو اروپا شروع کردن به پاکسازی نژادی و این بالا آوردن اکستریمیستی مثل هیتلر نقش همونا بود که اونور مثلا تو آلمان بخش کمونیستی حزب کمونیست رو پایین کشیدن، کشتن و فرصت ایجاد کردن برای اینکه این اکستریمیست ها بالا بیان و این قتل عام ها یعنی شکل دادش اینا رو تو تونل انداختن و نهایتاً با این چرت و پرت گفتن ها ببین موضوعات حساسی مردم شناسی اینو بستن به این که نفرت تولید بکنن. اینا اصلا این نیستن. به ذهن خودت مثلا داری محتوا تولید میکنی، نداری اصلا طبق نقشه اونها فقط داری نفرت رو بیشتر میکنی. ما برای حل مسائل باید این ایدئولوژی هایی که این ساخته که بر اساس همون رویه امپراتوری روم همه رو بنداز به جون هم و در این جنگ ها خودت بالاترین قدرت رو، ما باید اینها رو حل و فصل بکنیم.